اینجا این با بررسی ساوند کوالیتی فورنسی. ویژگی اصلی محصولی که این روزا خیلی سر و صدا کرده نویز کنسلینگ 98.5% محصولی که خود کمپانی ادعاش میشه، ولی مطمئنا در این حد نیست. یه کم اغراق کردم. ببین من الان تقریبا یه سال دارم این ایرپاد رو استفاده میکنم، تجربه خودم رو دارم بهتون میگم، در این حد نیست. من مدل اپل ایرپاد پرو 2 2023 رو هم تست کردم، نویز کنسلینگ خیلی بهتر از این مدل بود، تقریبا 20-30% بهتر، ولی رنج قیمتی اون تو رنج 12 تومنه، ولی این تو رنج 4 تومنه، 3.5 الی 4 تومن. تو این بازه قیمتی تنها مدلی که میتونم بهتون بگم که نویز کنسلینگ فعال داره و واقعا نویز کنسلینگ، یعنی فقط رو عدد و تو کاغذ نیست، همین مدل ریبیت فورنسی. در مورد کیفیت صدای این محصول میتونم بهتون بگم که داخل هر گوشی اون از درایور 11 میلیمتر استفاده شده که بیس خیلی عمیق و قوی میده و تو قسمت موسیقی میتونم نمره 8 رو بهش بدم. این محصول داره 6 تا میکروفونه که با استفاده از قابلیت هوش مصنوعی میتونه صدای شفافتری رو ارائه بده. در مورد باتری این ایرپاد میتونم بهتون بگم که هر گوشی میتونه 10 ساعت بهتون پلی تایم بده، ولی همراه کیس تا 50 ساعت هم میتونه پلی تایم بده. ولی وقتی گزینه اکتیو نویز کنسلینگ رو فعال کنی، این عدد به 40 ساعت و 8 ساعت کاهش پیدا میکنه. خب بریم سراغ خود ایرپاد. خدای رنگو داشته باشین، جنس بدنه، رنگ و درگاه تایپ سی. خب اینجا یه دکمه تعبیه شده که با فشردن اون میتونین در کیس رو باز کنین. الان اینجا دوتا LED مشاهده میکنین که LED سمت راست و چپ که اتصال گوشی ها به کیس رو نشون میدن. خب بریم ببینیم دیگه چی داریم داخلش. محل قرارگیری ایرپاد، دفترچه راهنماشه، کابل شارژرش که یه سرش USB یه سرش هم تایپ C. خب داخل جعبه 4 سایز مختلف سری سیلیکونی واسه گوشی هست که پشتش هم چیزی نیست و کل محتویات باکس همین بود. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.